استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجیک تاجدار است و واقعا آیت شکرانه بر لب داشتن از استقلال کشور، از آبادی، از صلح و امن و امان، این دیگر رسالت ما فرزندان همین وطن رمزیمان تاجیکستان آفتابی است. و درود میگویم از منبر برنامه دنیا پر از جوانی است به یکایک شما هموطنان عزیز و اون نفرانی که همین حالا ما را تماشا دارید. عزیزان دیل، این هفته خواستیم در برنامه دنیا پر از جوانی است اطراف موضوع استقلالیت برای ملت تاجیک چی هدیه کرد صحبت بیاوریم با سردار ریاست کارهای تربیوی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان عبدالله دولتزاده. و نخست میخواهم در اطراف سؤال مفهوم استقلالیت، خب از نظر شما یعنی که زیر مفهوم استقلالیت چی را میفهمید و زیر مفهوم استقلالیت چی مثلا بزرگی ها گنجایش دارد یک کم ابراز اندیشه کنید. خب تشکر. البته در تاریخ تشکل هر یک خلق و ملت پدیده های گوناگونی هستند که برای تشکل آن، برای کمالات این ملت، برای موقع گیری در سیاست داخلی و بین المللیش نقش و جایگاه کلیدی میگذارند. یک از این پدیده ها این دستیاب شدن به استقلالیت می باشد. زیر مفهوم استقلالیت این البته مستقلی، صاحب اختیاری، آزادی و داشتن حکومت در یک مرز معین دولتداری به شمار می رود. و البته امروز جمهوری تاجیکستان است در یک روند خیلی هم پر تکاتم یا که یک روند پیچیدگی ها به استقلالیت سیاسی خود رسید و در این مرزی که امروز با نام تاجیکستان است این ملت صاحب سرزمین متمرکز خود که دارای پارچه معین یعنی که سرحد معین، اراده سیاسی معین و اراده دولتداری معین گردید می باشد. خب البته استقلالیت برای ملت تاجیک همچون مفت به دست نآمد. این ارمان هزار ساله های این ملت بود که در مرحله های گوناگون تاریخ با پیچیدگی های گوناگون روبرو شد و هدف رسیدن به استقلالیت صدها هزارها فرزندان این ملت را قربانی کرد. ولی بالاخره در انتهای عصر 20 این ملت به استقلال سیاسی خود رسید و دارای یک سرزمین متمرکز، دارای یک حکومت سیاسی و اینان دولتداری ملی خود گردید. ولی در این مرحله نیز باز ما را پیچیدگی دیگری روبرو آمد که یعنی جنگ تحمیلی شهروندی را ما در دوران صاحب استقلالی پشت سر کردیم و متاسفانه خاطره این جنگ تحمیلی بسیار یک ظهورات نامطلوب، یک صحیفه بسیار ننگین در تاریخ دولتداری ملی معاصر ما به شمار می رود. ولی اصلا نظر کنیم در روند با وجود آمدن نیزاها، ماجراها، خواب کشمکشی ها یا که جنگ های چه داخلی و چه جنگ های بین کشورها باشد، لیدران سیاسی در کار که با اراده مستقل، با قدم های بسیار هم با جسارانه، با اندیشه خاص ملی به سر قدرت بیایند و این ماجرا را، این نیزا را، این برخوردها را، این منفعتگراها را خب از بین ببرند و در زمینه این آسایشتگی، ثبات، امنیت و بهمایی ملی را تشکل دهند. در چنین یک روندی که ما گفتیم یاد آوردیم از آن نزاع تحمیل شده ملی که در این شهروندی که در جمهوری تاجیکستان بود در ابتدای به دست آوردن استقلالیت خوشبختانه به سر قدرت سیاسی شخصیت برآمند این ملت در شناخت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان آمدند که با نمون گام‌های بزرگ و استوار سیاسی خود توانستند انا همان مجرای نیزای شهروندی تحمیل شده را عوض کنند و آن کشمکشی هایی که با انا همان دست صحنه‌گذاران سیاسی با وجود آمده بودند، با دست منفعت جویان در این سرزمین با وجود آمدن آن را از بین برند. و یک چیز را باید بگویم که
استقلالیت و وحدت ملی با هم زیچ و توأم خاص هستند. ما امروز میدانیم کشورهایی را که استقلال دارند، سالهاست که آنها استقلالیت خود را دارند، اما در آن سرزمین ها جنگ ها هست، چه جنگ داخلی و چه جنگ بین دولت ها، و آنها از وحدت دور هستند، از ثبات سیاسی، از ثبات ملی، از آسایشتگی ملی دور هستند و نبودن وحدت ملی استقلالیت آنها را زیر سوال برده ایستاده است و در روند زیر سوال روی همین استقلالیت یک پارچگی این کشورها از بین رفته ایستاده است. خب متمرکزی این کشورها از بین رفته ایستاده است، اراده سیاسی در آنجا ضعیف کرده ایستاده است، اقتدارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معدنی نیز از بین رفته ایستاده است و خوشبختانه که ما در این روند با وجودی که به یک نزاع تحمیل شده شهروندی هم روبرو شدیم، به یک جنگ تحمیل شده شهروندی هم روبرو شدیم، اما نگاهی استوار و خاص ملی داشته پیشوای معظم ملت در روند بنیاد دولتداری ملی ما را از این ورطه نیستی رها گرداند و امروز جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای با نفوذ منطقه آسیای مرکزی است و در موقع بین المللی هم موقع گسترده دارد، شناخته هستند و باید ما یک چیز را فراموش نکنیم، این ملت یک چیز را فراموش نکند. شاهنامه استقلالیت این ملت محصول ایجاد خرد سیاسی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان هستند. بله. و این را ما باید به نسل‌های امروز و آینده امان آموزانیم. با به دست آوردن استقلالیت در کشور ما خوشبختانه در همه سمت‌ها پیشروی به چشم می‌رسد که واقعا دستاورد بزرگ است و آیا مثلا رشد سمت‌های اقتصادی و اجتماعی عموما همه سمت‌ها با پیشرفت دولت چونه نقش گذاشته می‌تواند؟ تصور کنید یک چیز را ما از این لحظه 30 سال او برتر، 32 سال او برتر کنار می‌رویم. یک ملتی که 1000 ساله تمدن داشت، یک ملتی که 1000 ساله فرهنگ داشت، یک ملتی که 1000 ساله ها ادبیات داشت، یک ملتی که نگاه علمیش، نگاه ذهنیش فراگیر جهان بود. بله. اما استقلال سیاسی نداشت در مقیاس منطقه، در مقیاس جامعه، در مقیاس بین المللی کسی از آن یاد نمیکرد و کسی در شناخت ملت تاجیک تصورات عمیق نداشت. تصورات عمیق نداشتند. از سوی دیگر ما در مقیاس بین المللی در روند سیاست بین المللی هیچ گام نداشتیم، جایگاه نداشتیم. آنچه که امروز ملت تاجیک را معرفی کرد، بله. این صاحب شدن این ملت به استقلال سیاسی بود. بله بله. البته ما در گذشته تاریخی مرزهای طولانی داشتیم که آنها مثلا بایگری های زیادی را هم داشتیم که از دست رفت در نتیجه ظهورات های نامطلوب، چالش های گوناگون تاریخی دیگر و دیگر. لیکن امروز در این مرزی که نام تاجیکستان است این ملت زندگانی میکند و این ملت را در یک حدود مثلا 32 سال امروز جهانیان میشناسند و این ملت زیر راهبری سیاست خردمندانه پیشوای خود در عرصه بین المللی موقع نفوذ و حرف خود را دارد. درست. و چیز دیگر، هر آنچه که امروز برای این ملت هست و نصیبه این ملت هست مسئول دوران استقلالیت است. شما یک بار توجه شما و جامعه را ما به 30 سال او برترک میبریم. 30 سال هم نیست، 25 سال او برترک. ما گفتیم در ابتدای به دست آوردن استقلالیت سیاسی این سرزمین در روبروی جنگ تحمیلی شهروندی بود. بله. نسل کلانسال خوب میدانند مردم و ملت در آن شب روز تنها هدفش زنده ماندن بود. درست. هدف ملت تنها زنده ماندن بود، از بر همه چیز گذشته بود به خاطر که زنده ماند، به خاطر که جانش در امان باشد. ولی که زیر همون مفهومی که گذشت و از بحر جان تا جان ملت را در امان بیارد. بله. و پیشوای معظم ملت جان ملت را به امانی آورد و در زیر همین امانی ملی، امنیت، ثبات و آسایشتگی ما با بزرگترین اقتدارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما هستیم. ببینید تا سال 2000 این طرف جمهوری تاجیکستان در بنبست کمونیکاسیونی بود. مردم از آن که بنبست کمونیکاسیونی این کشور را فراگیر بود با همدیگر نگاه متمرکز نداشتند.
نگاه همگرایی نداشتند، نگاه خاص ملی نداشتند. مفکوره مردم مفکوره محلی بود. بله. وضع اقتصادی مردم بسیار هم در حالت پایان قرار داشت. بله. دارایی های مردم هم خیلی زوال یافته بودند. مفکوره سیاسی، مفکوره ذهنی در کشور چندان تشکل نیافته بود. بله. خب از سوی دیگر ما در بنبست انرژتیکی قرار داشتیم. خب همون سیستم متمرکز انرژتیکی آسیای مرکزی وقتی که از بین رفت، جمهوری تاجیکستان در بنبست انرژتیکی قرار داشت. بله. و چیزی دیگر، وضع امنیت اجتماعی مردم هم خیلی زوال یافته بود. ولی امروز ببینید دارایی های مردم روز تا روز گسترش یافته ایستادن. بله. در تا سال 1990-92 در جمهوری تاجیکستان همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی فعالیت میکرد که از این یک دانشگاه بود، دیگرها دانشکده و قسمت دیگر کالج دیگرها بودند. امروز نفوذ اینها بیشتر از 40 عدد رسیده است، نزدیک به 43 عدد مؤسسه تحصیلات عالی. و غنجایش اهالی جمهوری تاجیکستان که فراگیری اهالی جمهوری تاجیکستان، نسل جوان، نسل میان سال با تحصیلات هم خیلی گسترده شده است. یعنی ما در روند متخصص کنانی جامعه ما موفق شدیم. خب ببینید ما استقلالیت برای ما چی داد؟ ما در زمینه دستیاب شدن به استقلالیت صاحب دولتداری ملی شدیم. بله. صاحب سیاست یا که اداره سیاسی ملی شدیم. صاحب اقتدار مستقل اقتصادی شدیم. خب مناسبت های خارجی و بین المللی را مشخصا معین کردیم و در این روند پیشگام هم شدیم. خب در منطقه و جهان تشبث داریم. بله. و تشبث های ما را جامعه جهانی تصدیق میکند و پذیرایی میکند. خب همراهی دارد در روند تطبیقشان. از سوی دیگر یک کشور پارچه را به یک کشور متمرکز آورده رساندیم. یک کشوری که در بنبست انرژتیکی قرار داشت امروز به یک کشورهای صادرکننده نیروی برق ارزان و سبز در منطقه تبدیل دادیم. خب اهالی جمهوری تاجیکستان در آن مثلا تا 25 سال پیش تا 20 سال پیش حدوداً تا 80% در حالت کم بضاعت بود. بله. امروز ببینید تا 23% اینا آورده رسیدیم. خب این همه این نتیجه استقلالیت است. یک مسئله دیگر ما پیش خاطر بیاریم. چند روز پیش ما شاهد شدیم که پیشوای معظم ملت از جریان ساختمانی بزرگترین انشاءات عصر، بله، نیروگاه برقی آبی راغون دیدن نمودند. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ارمان 100 ساله این ملت بود. 100 ساله های این ملت بود. ما حتی در دوره همون قدرت بزرگ شوروی صاحب نشدیم به ساختمان راغون یا که با ساختمان نقب انزاب، شهرستان، خواب ختلان و دیگر. همه اینها در دوره استقلالیت آمده برای ما رسیدن. خب ببینید شاهرای بزرگ کلاب، درواز، خاروق و قلمه قراقرم را ببینید که امروز چند روز پیش ما شاهد شدیم که پیشوای معظم ملت ضمن یک سفر بسیار هم در شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان انشاءات های مهمی را مورد استفاده مردم قرار دادند. امروز اگر نظر افکنیم در محل به شهر تبدیل یافته ایستاده است. بله. یعنی که همه دستاوردهای امروز جمهوری تاجیکستان ثمره زمان استقلالیت هستند. بله. و ما باید اینها را قدر کنیم، دوست داریم. و از همه خوبش استقلالیت برای این ملت هویت ملی داد، خودشناسی ملی داشت. خب مفکوره ملی این ملت را گسترش داشت، خاطره ملی یا که ذهنیت ملی این ملت را، حافظه ملی این ملت را گسترش داد. این نتیجه استقلالیت سیاسی است. یادآور شدن گمان میکنم عین مدعاست که ما با به دست آوردن استقلالیت در عرصه جهان فرهنگ و سنت و نیاگان خویش رو معرفی کردیم و بزرگان ما رو خب مردم منطقه آسیا و جهان بازم خوبتر شناختن که خب ما چون بابای رودکی و بابای فردوسی و بابای سینا و مولوی و همین گونه هزاران ابرمردان دیگر داریم که واقعا از صاحب سواد و از صاحب دانش و از صاحب کتاب بودنی ملت صاحب تمدن تاجیک درک میدهد که این همه واقعا شناختشان دوباره با شرافت استقلالیت کشورمان است. تشکر. و استقلالیت واقعا برای مردم ما
زیبایی بخشید، برای مردم ما یک زندگی واقعا پر از زینت را هدیه کرد و ببینید که همه جای کشور ما رو به ترقی و رو به انکشاف است و سیاحان میآیند امروز به کشور ما خیلی زیاد. خب شما در این مورد چه نظر دارید؟ خب بیاین یک مسئله را توجه کنیم. استقلالیت سیاسی، استقلالیت برای ملت تاجیک چی داد؟ ما در قسمت خاطره ملی یا که ذهنیت ملی ملت میریم یا حافظه تاریخی این ملت میرویم، ببینید تا دوران صاحب شدن به استقلالیت یا که رسیدن به استقلالیت سیاسی یا در جمهوری تاجیکستان، فرزندای برومند تاریخی این ملت را دیگرها صاحبی میکردند. بله. اما ما به استقلالیت سیاسی رسیدیم و آمدن پیشوای معظم ملت به سر قدرت یک امکانیت خیلی هم باریز را نصیب این ملت گردان که این ملت انا از زمان فرزندای تاریخی خود از داشته های تاریخی خود استقبال کند و آنها را صاحبی کند تا در تشکل خاطره ذهنی این ملت، خاطره ملی این ملت، حافظه تاریخی این ملت یک نقش گسترده بگذارد. ببینید ما یاد آوردیم اینجا از حکمتداری گذشتگانمان. بنیاد پیکره اسماعیل سامانی در مرکز شهر دوشنبه همچون رمز تمدنی، رمز دولتداری تاریخی این ملت است و این یک رمز واقعی از احیای خاطره ذهنی یا خاطره ملی، حافظه این ملت. ما در این راستا سال بزرگداشت امام اعظم، 800 سالگی مولوی بلخی، خب 1150 سالگی استاد ابوعبدالله رودکی، خب 5500 سالگی سرزم باستان، 3500 سالگی 2500 سالگی کلاب، سالگرد شهر باستانی حصار شادمان را تجلیل کردیم و اینها همه به خاطر احیای حافظه تاریخی این ملت بودند. از سوی دیگر ببینید شهر دوشنبه یا که مجموع جمهوری تاجیکستان به یک نگین آسیا تبدیل داده شده است. امروز از نقطه نظر امنیتی جمهوری تاجیکستان در راستای 10 کشوری از لحاظ امنیتی مورد اعتمادترین جهان قرار دارد. این را رسانه های پیگیری کننده مسائل امنیتی بین المللی تصدیق کردند. و از سوی دیگر جمهوری تاجیکستان در یک منطقه قرار دارد که خب مورد توجه جامعه جهانی است. قسمت به مسئله های اقتصادی به این سرزمین توجه دارند، قسمت به مسئله گردشگری یا سیاحی به این سرزمین توجه دارند، قسمت وابسته به شناس شدن از تاریخ و فرهنگ و تمدن این ملت به این سرزمین توجه دارند. و ما در راستای استقلالیت سیاسی توانستیم که انفراساختارش واقعا متمرکز و پیشرفته را در جمهوری تاجیکستان بنیاد سازیم و هر کسی که به جمهوری تاجیکستان میآید با یک نگاه نیک از این سرزمین بیرون رود و البته امروز به هدفهایمان رسیده ایستادیم. بله. و یک چیز را باید بگویم که در این راستا این همان سیاست سازنده پیشوای معظم ملت بسیار نقش کلیدی دارد. چرا؟ چون که پیشوای معظم ملت برای این ملت هر چیزی را که وعده دادند اجرا کردند. گفتند من برای شما صلح میارم، صلح آوردند. گفتند ما گریزه ها را برمیگردانیم، برگردانیدند. گفتند که ما به هم وطن را میسازیم، وطن را ساخته ایستادند. گفتند که ما در تطبیق هدفهای استراتژی ما نائل میشویم و نائل شده ایستاده این ملت. البته همه این ثمره سیاست سازنده پیشوای معظم ملت. استقلالیت برای نسل جوان کشور چی هدیه کرد؟ و نسل جوان کشور در عموم این ملت باید از استقلالیت چگونه پشتیبانی کند؟ ما در ابتدای صحبت از مسئله جلب جامعه به تحصیلات گفتیم. ببینید تا رسیدن به استقلالیت از همون مقدار اون وقت اهالی جمهوری تاجیکستان اندک بیشتر از 5 میلیون بود. از نمو 13 مؤسسه تحصیلات عالی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکردند نزدیکتر به 20% اهالی جمهوری تاجیکستان را امکان داشتن به تحصیلات عالی فرا بگیرند. دیگرها هم در لیسه های کسبی و کالج ها تحصیل میکردند. یعنی شرایط بسیار برای نسل جوان گذشته ما محدود بود. بله. مردم اصلا جوانات کارشان در صحرا بود.
امروز چی؟ امروز بیشتر از 40 مؤسسه تحصیلات عالی در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و امروز ما یک شرایط بزرگی را هم در این سرزمین فراهم آوردیم که مردم یعنی جوانان به تحصیل فرا گرفته شوند. وقتی جامعه به تحصیلات فرا گرفته شد، چه تحصیلات ابتدایی باشد، میانه باشد، عالی باشد و یک مفکوره سازندگی در جامعه به وجود می آید. الکی این به میان آمد. ما یعنی کامپلکس تحصیلاتی رو در جمهوری تاجیکستان ساختیم و امروز این رو باز تشکل داده ایستادیم که شرایط مهم برای جلب نسل جوان به تحصیلات فراهم آورد. از سوی دیگر ما در دایره همکاری هایمان امکانیت ساختیم که این نسل در خارجه در مؤسسه با نفوذ خارج تحصیل کنند و آمده برای وطن و ملت خویش خدمت نمایند. بله. این امکانیت دیگر است. از سمت دیگر ببینیم امروز مثلا انفراساختور ورزشی در جمهوری تاجیکستان بسیار هم متمرکز شد، بنیاد شد و امروز ورزشکاران ما بهترین دستاوردهای سطح بین المللی را دارند و با شرافت این ورزشکاران، ورزشکار جوانان مخصوصا، پرچم جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی پرافشان می شود و سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. و از سوی دیگر ببینید امروز جوان تاجیک من خودش را پیدا کرد، من خودش را به کدام به مقصد مثبت خودش را در پیشبرد سیاست جمعیتی یا که در پیشبرد اداره دولتی یا که در شخصیت سازی خود پیدا کرد و امروز ما شاهد دستاوردهای بی‌نظیر جوانان میشیم. همه این نتیجه استقلالیت تاجیکستان است. بله. و انا همان بهار جوانی را برای جوانان این سرزمین استقلالیت اهدا نمود. بله. خب پس به قدرش رسیدن و احترامش کردن و خب بازم نگاه داشتن همین زودبوم دیگر گمان میکنم رسالت ما هست. خب چند چیز را باید به نوبت گرفت. داشتن وطن، داشتن استقلالیت سیاسی، داشتن ثبات و امنیت برای ملت تاجیک نوابسته از سن سال یک رسالت، یک عهده‌داری و یک ناموس ملی است. و حفظ یک پارچگی وطن، ثبات و امنیت و آسایشتگی وطن، استقلالیت این وطن قرض یکایک فرزندان این سرزمین هستند. بله. و باید نسل امروز و آینده این وطن برای حمایه این دولت خود، یعنی مجموع استقلالیت و یک پارچگی وطن و ثبات و آسایشتگی که این بی‌نظیرترین دارایی این ملت هستند، باید به هم باشند و ذره هم خنک نظری نکنند. ما حق معنوی نداریم، هیچ کس حق معنوی ندارد که در نسبت حفظ یک پارچگی تاجیکستان، حفظ استقلالیت تاجیکستان، حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان خنک نظری کند. بله. زیرا این بزرگترین دارایی ما هستند. ما گفتیم که در دوره رسیدن به استقلالیت سیاسی که به جنگ تحمیلی شهروندی رسیدیم، روبرو شدیم که با دست بعضی گروه های منفیتگرا و بعضی از خائنان این جنگ با وجود آمده بود، مردم تنها ارمان زنده ماندن را داشتند. امروز مردم به همه خواسته هایشان رسیده ایستادند و قرضمان است که یک پارچگی وطنمان را حفظ کنیم، ثباتمان را، امنیتمان را حفظ کنیم، استقلالیتمان را حفظ کنیم و این تنها خاص ملت تاجیک است و وظیفه آن نفرانی است که شهروندی جمهوری تاجیکستان را دارند. بله. تشکر زیاد برای یک صحبت خوب. امیدوارم که بیننده ما از اندیشه هایی که شما در پیشنهاد سوال ما کردید برای خود برداشت خوب کردن و با تمنای اونه که صلح و ثبات و امن و امانی در کشور ما پایدار بماند و محبت اساس زندگی همه ما و شما باشد. عزیزان خوشبخت باشید، زندگی با سعادت نصیبتان. تا نزدیکترین دیدار خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.